سیریز گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. به خواهرزادت بگو بالای سایت با خط شکسته نستعلیق خوشگل بنویسه داروهای گیاهی فخار، مرحوم فخار. فهمیدین چی شد؟ آره دیگه. آره الان محصولاتو میخونم برات بنویس. آره محصولات هست اما از رفع قند، رفع بواسیر، رفع همزمان کچلی و یبوسیت. حالا تقویتی ها رو بنویس: تقویت حافظه، تقویت نقاط عمومی بدن، تقویت نقاط خصوصی بدن، تقویت. آره هر جا تقویتی خاصی دوست داشتی بنویس. نوکرتم، من کارش انجام میدم. خداحافظ قربانت. برادرای بهشتی، چنان بهشتی با گل براتون بسازم آن سرش. آقا هادی پیج یارو رو زدی ترکوندی، لااقل ترکوندهشو بهش تحویل بده. به آقا محمد حسین آقا عوض شدی. نعوذ بالله نلغزی. این بیان یه بچه مذهبی ترکوندی یعنی چی برادر من؟ چی بگم پوکه پیجشو بهش تحویل بده؟ با شناختی که از من داری نیت من چیه؟ نیتت خیره. نیت من اصلاحه. اصلاح کی؟ آدمی که اومده یه پسری رو تو اینستاگرام فالو کرده، خدا به سر شاهده، از سر به پا لخت تیکه هاتو بیارن. فهمیدم. معلوم الحال. یعنی ورزشکار خب سیکس پکس رو میگی. ورزش اینه، ورزش یعنی تیراندازی، ورزش یعنی سوارکاری، ورزش یعنی شنو. بزرگان دین ما مگه نگفتن این مسخره بازی، این کثافتکاری و وای یواش، قرمز با خشونتش میاد. برو بشین بده کمکت کنیم. نمیخوام کمکم کنی. به بچه‌هام یه بار یه حرفو میزنن، میگم زنگ زدم امداد خودرو الان میاد. ببینید سرکار خانم حرفتون درست، اما اونا گرون میگیرن. من اینا رو از بحرم، شما کروزت سوراخ داره آب میده. آقا من نمیخوام شما به من کمک کنید. شما شماره‌تون به من بده، من میرم زیر ماشین. اگه خسته نباشی. خواهرم مشکلی پیش اومده؟ سلام علیک. بله این دو تا مزاحم من شدن. اصلا الان زنگ میزنم پلیس بیاد. پلیس لازم نیست خواهرم، اجازه بدید. شما دوتا از هیکل و جناتتون خجالت نمیکشید؟ راه افتادید تو خیابون دنبال ناموس مردم. واقعا چرا اذیت میکنید؟ انگار که خواهرتون. مثلا این خواهرمونه، داریم بهش کمک میکنیم. چی گفته من خواهر تو هم؟ آفرین، دیدی گفتم میخواد خواهرم باشه. خواهر شما هر کاری باش دارید در منزل، ایشون خواهر اجتماعی همه ماست. میرید یا اون کاری که در شأن لباسم و محاسنم نیست برای سرتون بیارم. آقا هادی تشریف. بله؟ چیزی نگفتم، میگم کظم قیس کن شران انداز. آقا محمد حسین آقا شما چرا دارم میترسونمشون ارشاد بشن، نشدن فوقش دعوا بشه زبونم لال، هر کدوم باید یه نفر رو بزنیم که میزنیم. اجازه بده. کظم قیس کن آقا هادی. برادران ژیگول با زبون خوش تشریف میبرید یا زحمتتون رو بدم به حضرت اسرائیل؟ گزینه 2 حدسشو میزنم. این یادا ببین آجی جون، چاییدی بعد جایلات بازی در آوردی. هوشنگ! بله بگید آقا هوشنگم تشریف بیارن. آقا محمد حسین آقا برنامه عوض شد، فکر می‌کنم هر کدوم بعد 2 نفر رو بزنیم. 2 نفر؟ نه. بله؟ 5 نفرن اینا که. نفر آخر رو دوتایی با هم میزنیم دیگه. تا اینجا اومدیم. یعنی نصف من نصف تو؟ نصف من نصف شما. حالا کم و بیش فرق نمی‌کنه. یه لحظه اجازه بدید. یا الله یا الله. الله حسن مستقیسه. دو تاش با تو، دو تا. یا علی مددی. آقا محمد حسین من که معذرت خواهی کردم. از درون شکاف خوردم. کوفه ای تو رو خدا این کلمه رو به کار نبر. یعنی من نیستی؟ ناراحت میشم. شما بین 5 تا آدم از خدا بیخبر منو ول نکردی رفتی؟ من داشتم کظم قیز میکردم. تو بزنگاه جهاد کظم قیزت گرفته بود. شما هم باید کظم قیز میکردی. جایی که به ناموس مردم داره تعرض میشه کظم قیز میکردم. تو مکتبی که شما تحصیل میکنی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر کجاست؟ همون جا که کظم قیز هست. بله؟